تا حالا اسم صلح‌آور رو شنیدی؟ نه. اون یه قاتل تعلیم دیده است. روانی برامون دردسر درست کرده. راه بیفت، منتظر چی هستی؟ یه موقع اون پشت شغلی نکنه. این آقا دستاموز نیست، همون هر جا حال کنه می نوازه. سلام دوستان، خدا کنه جور و صحت و سلامت باشید. امروز برای شما یه سریال خیلی عالی را آوردیم، میریم با هم میبینیم. یه موقع اون پشت شغلی نکنه. این آقا دستاموز نیست، همون هر جا حال کنه می نوازه. سلام بابا. این چند ساله یکم سخت بهم گذاشت بابایی. تو رو خدا یه تیر گنده خوردم، یه ساختمون ریخ رو سرم. گذاشتی به تیر بزنم؟ یه جوری میگه انگار دعوتش کردم بهم تیر بزنم. خاک تو سر بیخاصیتت. فکر کردم برات ابد